لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال. انسان وقتی که ربانی میشه همه موجودات این طبیعت صفت ربانیت دارد، همه باش هماهنگ میشن. انسان وقتی از کنترل خدا خارج شد کل موجودات از کنترلش خارج میشن. وقتی زلزله میاد، وقتی قحطی میاد، وقتی مشکلات تو زندگی پیچیده میشه، چند تا کار باید انجام داد. این سه تا کار رو حتما انجام بدید. این پست و مقام به انسان صفت گرگ میده، مگر که ظرفیت امیرالمومنین عمر بن الخطاب داشته باشید. عمر بن الخطاب ظرفیت پست و مقام داشت. بعضی موقع زیر درخت کنار دمپایش در می آورد، سرش رو خاک می خوابید. سفیر از سفرای ایران آمد، از کجا آمد، دنبال خلیفه میگشت، قصر خلیفه. گفتم برید خلیفه رو ندیدید؟ گفتن نه. یکی گفت بله دیدمش که از شهر خارج میشد، فکر میکنم به این مسیر رفت. حالا که رفتن که زیر درختی دمپایی در آورده، زیر سرش رو خواب خوابیده. عدلت فنمت، عدالت کرد اینطور راحت خوابیدید. حالا اگر حکام امروز جرأت دارن، همون عادل ترینش جرأت دارن بدون کمتر از 100 تا محافظ بیان بیرون. عادل ترینش در دنیا پیدا بکنید. عدالت امنیته. خود امیرالمومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه میفرمایند که امروز روزی رسیده بر امت اسلامی که یک زن تنهای ضعیفه از مدینه حرکت میکنه تا یمن میره، شب و روز تو این کوهها، تو تاریکی شب، از بس که امنیت، از هیچ چیزی نمیترسه مگر از خدا. از گرگم نمیترسه. گرگم تسلیم شده، حیوانات درنده هم تسلیم شدن. بوی مؤمنین رو تشخیص میدن که اینا مؤمنن. انسان وقتی که ربانی میشه همه موجودات این طبیعت صفت ربانیت دارد، همه باش هماهنگ میشن. یکی از قدرت هایی که خدا به انسان داده این که کل طبیعت براش رام کرده. رام این وقتی که از کنترلت خارج میشه طبیعت، به خاطر این که تو از کنترل خدا خارج میشید. انسان وقتی از کنترل خدا خارج شد کل موجودات از کنترلش خارج میشن. بعضی موقع ماشینت که زیر پات تو رو معلق میکنه، بعضی موقع شطوری که سوارشی تو رو به زمین میزنه، پا میذاره رو سینت. علمای بزرگ هر وقتی که شطورشون نافرمانی میکرد تازیانه دستشون بود. به نظر شما به شطور میزدن یا به خودشون میزدن؟ به نظر شما به کی میزدن؟ ها؟ به خودشون میزدن، به شطور نمیزدن. میگفتن این شطور که همیشه مطیع ماست، همیشه سوارشیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. حتما من امروز معصیتی کردم که این شطور نافرمان شده. شروع به استغفار میکرد، استغفار میکرد، مراجعه میکرد به زندگیش، چه عیبی چه نقصی در زندگیش آمده که امروز این شطور نافرمان شده. تو هر مشکلی که تو زندگیشون میامد بلا فاصله چه توبه میکردن، استغفار میکردن. یکی از آداب و سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم اینه که پیامبر همیشه دوست داشت بر سختی ها وضو بگیرد. امروز یکی از من سوال کرد که زلزله هم نماز داره؟ نه. نماز خسوف، نماز کسوف، نماز عید، نماز جمعه. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم دوست داشت که بر هر مکروهی
و هر سختی که می آمد تو زندگی پیش می آمد، مشکل پیدا می شد، بلا فاصله می رفت وضو می گرفت. الوضو علی المکاره. و دعای حضرت یونس وقتی زلزله میاد، وقتی قحطی میاد، وقتی مشکلات تو زندگی پیچیده میشه، چند تا کار باید انجام داد. یکی وضو گرفت، یکی استغفار و توبه کرد، یکی صدقه داد. این سه تا کار رو حتما انجام بدید. صدقه بلا رو دور میکنه. استغفار خداوند رو به کمکت میطلبونه. استغفار کاری میکنه که خدا به کمکت بیاد. و وضو گرفتن طهارت و پاکی است. انسان از ناپاکی دچار مشکل میشه. وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة. وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة. وعند اللقاء